سلام، با قسمت دوم از آموزش حالتهای تساوی در شطرنج در خدمتتون هستم. قسمت قبلی در مورد حالت پاد صحبت کردم که لینکشو براتون میذارم این بالا. حتما اون رو اول ببینید و بعد بیاین سراغ این جلسه. امروز میخوام در مورد تکرار وضعیت باهاتون صحبت کنم. اگه توی یه بازی یه وضعیتی دقیقاً 3 بار تکرار بشه، ما میتونیم بگیم که این بازی مساوی شده. البته این تکرار وضعیت میتونه پشت سر هم اتفاق نیفته. خب با من همراه باشین تا چند تا مثال براتون حل کنم و کامل توضیح بدم براتون. بچه‌ها به این مثال توجه کنید. اینجا سفید یه رخ کامل عقب هستش و البته سیاه تهدیده انواع اقسام راه‌های مات کردن رو هم داره. مثلا وزیرش رو بیاره پایین یا اون پیاده رو بزنه یا رخش رو بیاره پایین و شاه سفید رو میتونه مات کنه. خب اینجا سفید تصمیم میگیره که تلاش کنه بازی رو مساوی کنه، چون که خب اگه به بازی هیچ امتیازی نصیبش نمیشه. ما اینجا میتونیم با تکرار وضعیت بازی رو مساوی کنیم. بهتره که ویدیو رو استاپ کنید و حرکتش رو حدس بزنید، گرچه خیلی آسونه. خب سفید میاد وزیرش رو میذاره اینجا و به شاه حریف کیش میده. خب بچه‌ها این وضعیت رو دقیقاً به خاطر بسپارید، جای مهره ها رو اصلا فراموش نکنید. میخوایم ببینیم این وضعیت با این جای مهره ها آیا بازم تکرار میشه یا نه. شاه میره پایین، مجبوره، ما دوباره پایین کیش میدیم، میاد بالا و اینجا کیش میدیم. الان دوبار یه وضعیتی تکرار شد، دوباره مجبوره بره اینجا و بعدش دفعه سوم که کیش اینجا رو بدیم وضعیت برای بار سوم تکرار میشه و بازی مساوی اعلام میشه. بعضی مربی‌ها میان تکرار وضعیت رو با کیش دائم جدا میکنن، ولی تو هر دو تا حالت یه وضعیتی باید 3 بار تکرار بشه تا بازی مساوی بشه. توی کیش دائم هم همینطوره، بازی بعد از 3 بار تکرار یه وضعیت مساوی میشه. مثال دوم، اینجا سفید باز هم مهره عقبه و داره مات میشه. میخوایم ببینیم که چه جوری میتونه این بازی رو مساوی کنه. میتونیم بازم ویدیو رو استاپ کنیم و جوابش رو پیدا کنیم. با کیش دائم میتونیم بازی رو مساوی کنیم. وزیر G5 کیش، تنها خونه‌ای که شاهد داره برای حرکت خونه H8. وزیر F6 کیش، دوباره میایم G5 کیش میدیم. خب این برای بار دوم تکرار شد این وضعیت، مجبوره بره کنار، بازم کیش میدیم و دفعه سوم و اینجا بازی مساوی اعلام میشه. البته یه نکته داوری هم داره، جزء قوانین مسابقاته که آخر ویدیو براتون میگم. خب اینجا هم همون شکله، سفید داره مات میشه، یه رخ کامل عقب هست، فقط یه فرم دیگه از کیش دائم رو اینجا میتونیم ببینیم. کیش، شاه H7، وزیر H5 کیش و این حرکت رفت و برگشتی دائما ادامه داره. سفید حاضر نیست دست از کیشاش برداره، چون میدونه اگه کیش نده بازی رو میبازه. خب مثال بعدی رو توجه کنید. این الگوی خیلی خوبیه برای کیش دائم دادن با رخ و اسب. خب ویدیو رو استاپ کنید و جوابش رو پیدا کنید. ببینید مثلا اگه ما الان بیایم اینجا کیش بدیم، خب با شاه میاد به رخ ما حمله میکنه و دیگه نمیتونیم یه کیش بعدی بدیم چون رخمون رو میزنه. یا اینجا اگه اومدیم با اسب کیش دادیم، شاه میاد اینجا به رخمون حمله میکنه و ما دیگه امکان تکرار حرکت رو نداریم، تکرار وضعیت رو نداریم. خب پس باید چی کار کنیم؟ اسب G7 کیش. خب شاه 2 تا خونه برای رفتن داره، اول تصمیم میگیره به رخ حمله کنه. خب حالا اسب میایم E6 کیش میدیم. خوبیش اینه که از رخمون هم دفاع میکنیم، مجبوره برگرده سر جاش و دوباره کیش. خب این وضعیت برای بار دوم تکرار شد. این بار میاد این طرف، خب دوباره برمیگردیم اینجا کیش میدیم.
و بار سوم هم تکرار شد و بازی مساوی شد. چرا باید بازی رو مساوی میکردیم؟ هم یه دونه فیل عقب هستیم، هم رخه داره مات میکنه، پس بهتره مساوی کنیم تا بازی رو نبازیم. خب آیا تکرار وضعیت فقط با کیش به شاهه؟ باید بگیم که نه. مثلا این وضعیت رو نگاه کنید، سیاه یه وزیر داره و ما به جاش یه دونه فیل داریم، حالا اسبا که مساوی. خب اگه وزیر سیاه فرصت کنه از این زندانی که توش گیر کرده بیاد بیرون، قطعا میتونه بازی رو ببره. اینقدر زورش زیاد هست که بتونه پیاده های ما رو بزنه و حتی از پس اسب و فیل ما هم بر بیاد. سفید تصمیم میگیره اینجا برای اینکه بازی رو مساوی کنه یا حداقل فعلا یه حمله ای داشته باشه به سیاه، اسبشو بذاره اینجا خونه بیشیش و حمله کنه به وزیر. خب سیاه میدونه که اگه وزیرشو از دست بده بازی رو میبازه، چون الان دیگه این سفید میشه که فیل بیشتر داره و میتونه بازی رو ببره. خب پس تصمیم میگیره که وزیر رو نجات بده. خب سفیدم دوباره میبینه اگه الان به وزیرش حمله نکنم اسبشو برمیداره و بازی رو میبره، چون وزیر راحت میاد تو بازی. خب پس دوباره به وزیر حمله میکنه و سیاه هم نمیتونه بذاره سفید وزیرشو بزنه، وزیر رو میره عقب. دوباره حمله به وزیر. کیش دائم نیستا ولی همون تکرار وضعیت، فرقی نمیکنه. یه وضعیت داره هی تکرار میشه، یعنی هر دو نفر حاضر نیستن بازی رو ببازن. سفید میگه اگه به وزیر حمله نکنم میبازم، سیاه هم میگه اگه بذارم وزیرمو بزنه میبازم. در نتیجه باز تکرار وضعیت براش پیش میاد و بازی مساوی میشه. اگه 3 بار وضعیت تکرار بشه بازی مساوی. مثال بعدی. خب این مثال جالبیه. نکته‌ای که هست اینه که این پیاده یه خونه مونده وزیر بشه، 2 تا خونه کنار شاه رو کنترل کرده و رخ سیاه میخواد بیاد پایین کیشو مات کنه. ویدیو رو استاپ کنید و جوابش رو پیدا کنید. چجوری میتونید بازی رو مساوی کنید؟ خب یکی از جوابهایی که ممکنه شما داده باشین اینه که با رخ بیایم کیش بدیم. خب اینجا اگه سیاه با پیاده بزنه بازی پات میشه، چون الان سفید نه شاهش حرکتی داره و نه کیش هستش، بازی پات. ولی خب سیاه مجبور نیست با پیاده بزنه، سیاه میتونه خیلی راحت با شاه بزنه و شما مجبوری الان شاهتو بیاری بالا، یک کیش دیگه هم بهت میده. خب حالا شاه اینجا یا اینجا هر دوتا مات میشی. مثلا اگه بری بالا رخ اینجا ماتی، یا اگه شاهتو آوردی پایین رخ اینجا مات میشی. پس این راه خوبی برای تساوی گرفتن نبود. کارمون ریسکی بود، یعنی ممکن بود حریف اشتباه کنه با پیاده بزنه پات بشه، ولی خب ممکنم هست با شاه بزنه بازی رو ببره. پس بعد چی کار کنیم؟ اینجا میتونیم رخمون رو بذاریم خونه G7 مقابل رخ سیاه. یه حرکت خیلی خوبه. حالا اگه رخمون رو بزنه که بازی پات میشه، امکانه این که بیاد پایین کیشو مات کنه هم نداره. اگه تصمیم بگیره رخشو نجات بده، مثلا بیاره اینجا، ما دوباره میایم جلوش، باز هم نمیذاریم بیاد پایین، باز دوباره بزنه پات، مثلا میاد اینجا، ما هم میایم جلوش، میاد اینجا، ما هم میایم. حالا یه نفر میگه آقا خب هر سری تو یکی از این خونه ها میره و 3 بار تکرار وضعیت نمیشه. گفتیم خب میتونه پشت سر هم نباشه تکرار وضعیت، بالاخره یه بار هم که همه این خونه ها رو امتحان کنه مجبوره برای بار دوم دوباره تو همش بره و بار سوم همینطوره. ممکنه بعد از 20 حرکت یا 30 حرکت یه وضعیتی 3 بار تکرار بشه و به 3مین بار برسه. بالاخره مجبوره تو این خونه ها بره، نمیتونه که یه جا بمونه. اگه بمونه و شاهش تکون بده که خب اصلا ما میایم رخشو میزنیم و بازیو میبریم. پس اینجا یا میزنه پات میشه یا اینقدر حرکت میکنه تا یه وضعیتی دقیقاً 3 بار تکرار بشه و بازی مساوی بشه. هیچ راه بردی وجود نداره برای سیاه. مثال بعدی. بله اینجا هم سفید یکی از رخاشو از دست داده و باید بازی رو مساوی کنه وگرنه میبازه. خب
ویدیو رو استاپ کنید، حرکتشو پیدا کنید. اینجا بهتره که با رخ بزنیم تو پیاده J6. ما که یه دونه رخ عقبیم، یه رخ دیگه هم قربانی میدیم فقط برای اینکه بتونیم بازی رو مساوی کنیم. سیاه که مجبوره بزنه، اگه نزنه شاهو بره این طرف مات پلکانی میشه که اگه بلد نیستین لینکش رو این بالا براتون میذارم ببینید مات پلکانی رو. و مجبوره بزنه، اگه هم بزنه با وزیر میزنیم کیش. خب حالا این وضعیت رو دقت کنید، جای مهره یادتون بمونه، با چشماتون یه عکس از این وضعیت بگیرید. میخوایم ببینیم آیا تکرار میشه یا نه. شاه H8 وزیر H6 کیش و برای بار دوم تکرار شد. دوباره شاه H8 وزیر H6 کیش، شاه G8 وزیر J6 کیش، برای بار سوم تکرار شد و بازی مساوی. به این مثال دقت کنید، این مثال آخره. اینجا سفید یه رخ از دست داده و به نفعشه که بازی رو مساوی کنه، چون اسبش هم زیر ضربه. این اسب سیاه هم خیلی راحت میتونه بیاد بیرون، یعنی اسب رو نمیشه بگیریمش. چجوری تکرار وضعیت کنیم؟ با حمله به وزیر حریف. فیل C7. خب اینجا که وای نمیشه وزیرش رو بزنیم دیگه، وزیرش رو برمیداره. ما هم دوباره به وزیرش حمله میکنیم، خونه D6. دوباره وزیر رو میره عقب، ما هم دوباره حمله میکنیم. یعنی الان دوبار تکرار شد و برای بار سوم. ببین اگه دوباره بیاد اینجا، خود این وضعیت هم 3 بار تکرار میشه. یعنی مهم نیست چه وضعیتی باشه، هر وضعیتی اگه 3 بار دقیقاً تکرار بشه باز مساویه. بعد ببینین اگه بین این 3 بار تکرار وضعیت یه پیاده ای حرکت داده بشه، دیگه تکرار وضعیتی وجود نداره، چون این پیاده قبلا اینجا بوده حالا اینجاست، دیگه نمیتونیم بگیم وضعیت تکرار میشه. خب پس این رونده رفت و برگشتیه، وزیر و فیل ادامه داره و وقتی 3 بار بشه بازی مساوی میشه. امیدوارم که از مثال ها استفاده کرده باشین. نکته داوریش هم الان بهتون میگم. ببینید بچه ها، حتما آموزش های منو کامل ببینید. درسته که آموزش ها مقدماتی هستن و ممکنه که به دردتون نخوره، بلد باشین یا یه کمیشو که نگاه کنید براتون مرور بشه و بزنید جلو، ولی این 7-8 دقیقه رو کامل ببینید. دلیلش هم اینه که ممکنه توی این آموزش ها من یه نکته کلیدی به ذهنم برسه و همون لحظه عنوان کنم و این نکته ممکنه که توی مسابقه به درد شما بخورد و بتونین ازش استفاده کنید. در مورد تکرار وضعیت باید قبل از اینکه بهتون نکته داوریش رو بگم که ما 3 مدل مسابقه داریم: مسابقات بلیتز یا برق‌آسا، مسابقات رپید و مسابقات فکری. تو مسابقات فکری و استاندارد هر بازیکن 1.5 ساعت زمان داره و به ازای هر حرکت هم 30 ثانیه پاداش زمانی میگیره. خب توی مسابقات فکری چون فرصت زیاده باید هر بازیکنی بازی رو ثبت کنه. توی همچین مواقعی اگه کسی ادعای تکرار وضعیت کنه و از داور تقاضا کنه که بازی رو بررسی کنه، داور مسابقه روی برگ ثبت شما نگاه میکنه و 3 بار تکرار وضعیت رو اگه اتفاق افتاده باشه تایید میکنه و نتیجه رو تساوی ثبت میکنه. اما مسابقات رپید که مثلا عمدتاً 20 دقیقه یا 25 دقیقه هستش، خب یا مسابقات بلیتز دیگه باز ثبت نمیشه که ما بتونیم رو برگ ثبت به اصطلاح بررسی کنیم ببینیم باز مساوی شده یا نه. پس داور چی کار میکنه؟ شما بعد از اینکه 3 بار تکرار وضعیت اتفاق افتاد و ادعای تساوی کردی، خب داور میاد و به شما میگه چند حرکت دیگه بازی رو ادامه بدین. تا 1-2 بار دیگه که ادامه دادین و داور دید که بله بازی مساویه و تکرار وضعیته، اونجا بازی رو مساوی اعلام میکنه. اینم از نکته داوریش. هر موقع خواستین ادعای تساوی بکنین حتما تایمتون رو نگه دارین، داور رو صدا بزنید و ادعای تساویتون رو به داور اعلام کنید. ممنونم که همراه من بودین. فعلا تا قسمت بعدی از حالتهای تساوی شطرنج، خدا